سلام بچه، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز تو این ویدیو میخوایم بریم بازی یورو تراک رو انجام بدیم و اولین گیم پلی از این بازی رو بذاریم. پس let's do that. بریم انجامش بدیم. خب الان ما فکر کنم تو هامبورگ نمیدونم، حالا بریم جلوتر بفهمیم. یا خدا اوکی، ببخشید ترسیدم. گفته با سرعت 60 کیلومتر باید بریم و 3 ساعت و 38 دقیقه زمان میبره تا ما به مقصد برسیم. البته داخل بازی، نه بازی رفتیم تو لاین مخالف. بله الان باید شب بریم، ماشین نزنیم بهمون چون این جاده شلوغ هم هست. چرا قرمز نشیم فراموش. گردش به راست من یه بار رفتم، نمیدونم چرا تو ایران اینجوریه که گردش به راست مجازه، ولی من گردش به راست رو رفتم جریمه کرد. هستوان چیزو قطع کنیم. اوکی، چراغ سبز شد. الان باید بریم به راست و الان زده باید بریم برای نمیدونم ایستگاه بعدیمون کجاست، ولی فکر کنم چیز پاداش این سفرمون هم 7000 تا بس 103 نمیدونم. الان باید مستقیم بریم یا راست؟ ماشین خودمون کار میکنیم دیگه واسه زن و بچه‌مون حلال بده. زن و بچه خب الان اگه دوست داشتید همین بازی و بازی های دیگه هم استریم کنیم و لایو زنده شو بذاریم، یا خدا باید توی کامنت ها بنویسید که همین بازی ها و بازی های دیگه رو هم استریم کن، چون خیلی از بچه ها تو کامنت ها می نویسن استریم هم بذار. الان باید شب بریم 3 ساعت و 6 دقیقه 3 ساعت و 5 دقیقه. یه ماشینمون هم دمج نخورده تا حالا 80 کیلومتر چی با ما محدودیت و اینا نمیشه. بارمون هم که کانتینره، نمیدونم چیه داخل، نگاه نکردم حقیقتش. ولی یک نکته عجیب هست که این پایین داخل کیلومتر پایین نوشته 0 کیلومتر کار کرد. من الان دارم باش میرم چجور 0 کیلومتر کار کرد؟ ساعتش هم اشتباه، ساعتش که ساعت که قاعدتا باید اشتباه باشه. توی دنده 12 آهنگم میزم. اوه دوربین نیستید بابا، امیدوارم از 7000 نیاد و وقتی که به مقصد میرسیم. با وایسا کیبورد رو بیاریم اینجا. دوباره جریمه نگیاد. از طرف چپ ماشین میاد، ما هم حواس نداریم که. به نظرم با سرعت درست بده، همون پایین تر از 80 تا جریمه نشیم. اوکی، حرفی ندارم برای گفت. ماشینمون هم فکر کنم نه چی فکر کنم ماشینمون هم ولوو نمیدونم چند یا خدا حقیقتش نمیدونم. هلیکوپتر رو چه باحال بود. یه زیگزاگ برم و اون حرکات نمایشی
آرتی نمایشی داخل کامنت. بنزین فکر کنم چیزه نوشته دورتموند دیسکاور. دورتموند دیدم. بنزینم یکم اومده پایین. تو پمپ بنزین بعدی باید بنزین بگیریم. اون طرف یا خدا از راستم ماشین میاد. اوکی باید بریم. نظرم راست داخل نشکی نمیده چون راست آکه سبقت نمیده. فکر کنم یه مود داشت داخل یوروتراک چیز میگردید 405 میآوردید. اگه دوست داشتید بنویسید که ببینم میتونیم انجام بدیم. بچه خیلی ممنون میشم که با لایکاتون ویدیو رو بهتر کنید تا ویدیو برای کسایی که منو ساب ندارن فرستاده بشه و چنل ما رو ساب کنن و موفق بشیم زودتر این یکا رو بگیریم دیگه تموم بشه بدبختی. با الان 90 تای میریم تقریبا. یه لحظه وایسید من چرا چیز دارم. یه لحظه وایسید. ولوو 700 داشته کنم. ولوو 700 همین جا بمونم خوبه دیگه که بریم. سرعتمون 66 تاست و این خیلی حال میده سر الان باید راست بریم. آره راست درست مستقیم میریم 80 واسه سرعت رو کم کنیم. از این طرف هم ماشین نمیاد پس بریم. الان باید به راست بپیچیم. کلاً 1 ساعت و 36 دقیقه مونده تا نکسه. سرعت رو کم کنیم داشت. اینجا میتونیم تا 80 تا بریم. عجیب. اوکی آرامیشی که یوروتراک میده هیچی نمیده ولی وقتی میری داخل کالاف اصلا پاره میشه انقدر فشار میخوری. برخورد بله بچه راستی تو ویدیوهای بعدی قرار کال آف دیوتی مودرن وارفر رو بریم. حتما از ما حمایت کنین و دکمه سابسکرایب رو بزنین اگه ما رو سابسکرایب ندارید. و همین سرعت زیاد هاجی. یه پلیس دیگه میاد ما رو پاره میکنه. سر کنیم بیرون هست. برو اون بر نقشه رو ندیدم. یه لحظه وایسا. رد کردیم نقشه رو حاجی رد کردیم نقشه رو فکر کنم. بد شو فکر کنم بسید بنده عقب بریم مسافت خیلی طولانیه و باید پشت سر بگذاریم یا خدا گرش کنیم. بابا ریدم 6943 اشکال نداره دیگه چرکار کنیم حداقل اون دور رو نداریم ریس همون سر این بریم. کلن الان 1 ساعت و 4 دقیقه مونده. بوغ ماشینه بله. وقتی 24 ساعت اکسپلور می‌کنی
سرعتمون بالایه حاجی. 53 دقیقه مونده تا مقصد. ما بریم اون طرف ماشین میاد. لکی به آی عباس هم میره و سی میکروفون. اینم نمی چی میشه. خوابم که نداریم. نه نمیخوابیم. 90 کیلومتر رو پر کردیم. یه باشتر بریم. ما باید از بالا بریم. وای رانندگی سخت خوبه. یکی از سخت‌ترین شغلای جهان. کاش این ماشینا خودران داشت. البته فکر کنم داره بعضیاشون گرونا. کاش تو بازی هم خودران داشت خیلی خوب میشه ولی بازی نمی‌کنه. بازی حساب نمیشه. سرعتمون زیاد هستیم. بریم روی دو یکم با این دوربین هم بریم. سرعت بالایه. ویو پاشو عالیه. نگام کن شیرینه نگاه اصلا چشم چه بردل یه دنده 12 هر دو عاشق هر دو دل تنگ بیا با غم بکنی جنگ دو تخششیم بالایی. آخ چه زیباست عدد یک شدست اصل چشم نگام کن شیرینه نگاهه اصل چشم چه بر دل میشینه نگاهه شانس آوردی. اوکی الان باید از این پایین بریم. من مثل آب روونم با احتیاط میریم پایین. تو مثل شاخه بیری کاشتی آینه چشمام اتوبوس نداره داخل یوروتراک؟ چون من حقیقتش خودم خیلی بازی ندارم. بیشتر چیز بازی بچه ها که دوست دارید بازی های ریسینگ رو بیشتر انجام بدیم و تجربهش رو بیشتر داشته باشیم چیز کنید تو کامنت ها بگید. دوستی دگیدیم ویدیو تا حالا چقدر شده؟ خدا این چیه؟ فکر کنم باید از این پایین بریم. اشتباه نیومدیم؟ نه دیگه مستقیم رفته بودیم. وای خالی باختیم در مجلسی. من باید از کجا بریم؟ این ناموسن سخته. من مثل آب روونم سرعتش شاست تو مثل شاخه بیری کاشتی آینه چشمام چقدر مونده حالا دیگه اینجور فکر نکنم. نه لازم نیست رسیدیم 20 دقیقه دیگه رسیدیم. 4 دور تا حالا دور زدیم. 4 دور یا خدا حال نداره ماشین خودمون نیست. یا خدا درست اومدم اصل چشم نگاه کن شیرینه نگاهه اصل چشم چه بر دل میشینه نگاهه اصل چشم نگاه کن شیرینه نگاهه اصل چشم چه بر دل میشینه نگاهه اصل چشم نگاه کن شیرینه نگاهه اصل چشم چه بر دل
دیدم پلیس یواش برو دیگه. اندم به پلیس کرش کنیم یادش ببره. حاجی برو دیگه. 13 دقیقه مونده اینجا وایسیم که چی نشد که ویو نمیگیره. برو جلو حاج آقا. بچه ها ویدیو رو لایک کنید و چنل ما رو هم سابسکرایب کنید که زودتر به 1000 تا برسیم و بریم برای مقام بالاتر. اوکی فقط مونده 10 دقیقه. اینجا من ترک نیستم ولی خیلی دارم ترکی صحبت کنم. اوکی یه ذره مونده 8 دقیقه. ویدیو تا حالا چقدر شده؟ چند دقیقه؟ 16 و 15 ساعت. آهای دنیا نگاه بریم دیگه. ببین عاشق‌ترینم عاشقای دنیا بله برو اون ور. الان قرمز میشه برو. منو سیر راست رو بپیچم. با حرفای قشنگش منو رسیدیم تقریبا. این کمپانی است. این کمپانی. اگه از من جدا بله سلام یه دل تو سینه باشه بول. اونم اوکی به راست بپیچ. میخوام اونم فداشه. من چه کار کنم؟ یه ذره مونده تا مقصد. برو اون ور دیگه. چرا کنیم باید از اینجا بریم. این داره چیزه کمپانی است یا چی کار میکنه؟ بیا آهنگ من باش حوصله ندارم پاک کنم. ببین عاشق‌ترینم اینترکام باشه اینو که من حوصله‌شو عاشق ندارم. من بیا با من یکی شو صدای قلب من شو واسه نفس کشیدن اوکی هوای تازه شو نگاش قلبم و دوست منو سیر برو دیگه. با حرفای قشنگ نه نمیتونی برش کن. منو خام خودش اوکی تموم شدیم با اون. بچه ها خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. چنل ما رو سابسکرایب کنید. ویدیو هم لایک کنید تا این اکانت یوروترکمون رو ببریم بالا و برای پارت‌های بعدی تو کامنت بنویسید. خداحافظ تا ویدیو بعدی.